هورت بله واقعا یوهوی میخوره توی بله. انشالله که حال همتون خوبه دوستان عزیز. ایران و اروپا هم صبحتون بخیر. خوشحالم که در برنامه دیگر چهارشنبه 23 آپریل در خدمت شما عزیزم. برای ایران و اروپا صبح پنجشنبهتون بخیر. صبح پنجشنبهتون بخیر. بله. عرضم به حضور شما که در دنیای هنری خبرهایی است که مرور میکنیم با شما و خبرهای جالب از هنرمندان. خیلی جالب. هنرمندان لس آنجلس، هنرمندان در خود کشورمون و ببینیم که به کجا میرسه این خبرهای جالب. ولی قبل از اون مطابق هر برنامه اجازه بدید که ترانه اول رو تقدیم بکنیم به شما خوبان از یکی از هنرمندان خیلی دوست داشتنی. من این هنرمند خیلی دوست دارم، خیلی جنتلمنه، خیلی با کلاس. من هنوز نمیدونم بر من سورپرایزه. نه باور کن اگر اسمشون رو بیارم 100% آقای کوروس. واقعا جنتلمن رو درست گفتی. بله واقعا. عرضم به حضورشون خیلی دلم تنگشون شده. کاش که بتونیم به زودی از نزدیکشون رو توی این استودیو ببینیم و در کنارشون باشیم. این افتخار من قبلا داشتم و عرضم به حضور شما که خیلی جالبه. من چندین سال پیش رفتم به آستن و اونجا برنامه بود که داشتیم اجرا می‌کردیم. اتفاقاً از طرف خود همین رادیو هم این ارتباط برقرار شد. یک کارخونه‌ای بود که این کارخونه رو اصلا کلاً خالی کرده بودن، بعد تبدیلش کرده بودن به کلاب. جالب. خیلی جالب بود. بعد پروگرامی بود Southwest by Southwest و اونجا بود که حالا میگن چه دنیا چقدر کوچکه و چجوری این دنیا میچرخه. من داشتم دیجی میکردم، بعد آهنگای آمریکایی داشتم میذاشتم و اینترنشنال. بعد یه آقای اومد خیلی جوان گفتش که میشه یه آهنگ 6 و 8 بذاری، درخواستی یه آهنگ 6 و 8 بکنین بدم. بعد گفتم یا آف کورس با کمال میل. من یه آهنگو گذاشتم. بعد یکی از آهنگای کوروس بود. دست بر قضا اون شخصی که این درخواست کرد فرزند آقای کوروس بود. باورت میشه؟ اصلا من اونجا خوش شده بودم. خدای چه مگه میشه، مگه داری؟ خیلی 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 جالب بود. بعدن خب اون سفر تموم شد و من برگشتم لس آنجلس و چند ماه بعدشم با خود آقای کوروس توی استودیو لایو اینترویو داشتیم و بعد موقعی که میکروفون رو بستم گفتم باورتون نمیشه همچین چیزی برای من اتفاق افتاده بود. خیلی جالب بود. نمیدونم اگر خودشون این خاطره رو به یاد داشته باشن که براشون تعریف کردم یا نه، ولی برای من خیلی جالب و خاطراتتون خیلی جالبه. باید یه برنامه بذارید خاطرات رادیویی فرشاد سینایی. چه سوتیایی که من توی این رادیو نبودم با میکروفون باز. 105 صبحی رو طالبت نگفتم. گفتم میکروفونی نگفتی.